وای وای الان این بنده خدا هم سرنوشت توپش میشه مثل توپ من. داداش سلام. ببخشید خوبی؟ ای داداش چرا توپ تو مثل واسه من اینجوری پوس پوس نشده؟ دورت بگردم احتمالاً اشتباه استفاده کردی. بابا منم مثل تو همین فضای آزاد و آسفالت استفاده کردم. دورت بگردم این توپ خب توپیه که رویش چرمه. شما فقط باید داخل سالن استفاده کنید. توپی که تو فضای آزاد استفاده میشه روی لاستیک که هیچ چیزی هم نمیشه. یعنی این مخصوص بیرونه؟ آره دورت بگردم. این میشه فضای آزاد، این میشه سالن. شما ولی فکر میکنم نه مال تو هم نوعه داغی الان اینم یه جلسه دیگه باش بازی کنی. قربونت برم من جای معتبر خرید میکنم. بیا بهت نشون بدم که هیچ چیش نمیشه. میتونی برام تست کنی؟ آره چیکار میخوای کنی؟ داداش کجا داری میبری منو؟ این توپ خب این آسفالت درسته. میخوای بکشی رو زمین؟ نکن داش خراب میشه. با من یه چیزی گفتم یا علی بهت میگم از جای معتبر الان عین توپ من میشه. یا ببین شما ای کنده نشد؟ کنده شد. از اولش هم نوتر. بابا دمت گرم. میشه ببینم یه بار دیگه؟ دیدی گفتم خریدت اشتباه بود. داداش تو رو خدا میشه بگی از کجا خریدی؟ بیا با هم نشونت بدم. داداش همینجاه؟ بیا. چه مغازه تخصصی. ببین داداش رنگ بندی توپ من از اینجا شروع میشه. چقدر خفنه. مشکی، زرد، آبی، سرمه‌ای زرد. همه اینا برای آسفالت میشه. من خودم از این رنگا با این حال کردم. دمت گرم داداش. دست درد نکنه. خیلی خوشحال شدم. بالایی داره. من پیشنهاد میدم دست درد نکنه. دمت گرم. نوکرتم. خدا